سلام و درود به خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی افغانستان. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، به فرمایش شما آمدیم امروز به دروازه قندهار به مندی سید عظیم آقا و مندی گندما که این مندی بسیار مندی قدیمیه. از زمانی که گندم معنی یک روپیه بوده تا به حال این مندی هسته. من که سعی کنیم کاروبار مردم تا چه اندازه هست. از شما خواهشمند که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. کانال زیبایی افغانستان حمایت کنین، سابسکرایب کنین، دوستان ما تنها نگذاریم. بخیر باشین. بینندگان عزیز السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. ببخشید معذرت. السلام علیکم. کاکا جون مونده نباشین. اول شما خوبه؟ خیلی قربان شما خدا سلامت باشیم. سلامت باشید. قربان شما خوشحال شدیم کاکا. ما خوشحال شدیم که بعد از یک وقتی ما شما هم نگاه رو بدیدیم. سلامت باشیم. تشکر. خیلی خوشحالم. شما هم کاکا مونده نباشید. زنده باشید. اول شما خوبه؟ خوبه خیلی. سلامت باشیم. شما زنده باشیم. سلامت باشیم. کاکا جون. اسم شریف خود به ما بگید. اسم من مولا عبدالحق از کلگی ولسوالی گذره غری کلگی. بله. خوب. شهر قلعه شما کلگرد میگم. والا من نمیفهم. میگفتن همه جلویتر کلاهاینا گرد بوده. میگفتن کلگرد. شاید گلبت باشه. من چون کلپیچونه کلگرد. خب چند سال هستیم کاکا؟ من انشالله از خدا مهربان خود راضیم. 100,000 مرتبه شکر. 80 سال. نام خدا. 80 سال سند شما نبیامدیم شاید برات گندم یا چیزی بیاورده باشیم. هیچی هم نوردم. یک کم زمین دیگه به ما بمونده اینا هم بدادم به اجاره. خب به دست یک نفر عدیم و به اجاریه. فهمیدی؟ اجاری پولی 3 جری بدادم به 50,000. یک جری دیگه دادم به 15,000. 65,000 اجاره. خب سال 65,000 برای شما پول بدم ما هم هرچی بکارم. هرچی بکارم. بله. و میوه هم داره، انگور داره، زردالو داره، هر چیز داره. اونم نصف حق خود میبره. خب مال که شما میگین کاکا جو همه میوه دانا شما که 65,000 میشه. با خدا سعی کنین جان من امروز روزی هست که حق نیست، رسی نیست. میزنن که یک بنده خدای اپا بندازم. من یک لک گفتم اینا گفتم برادر این من گفتم میوه دونی خود منه نمیدون. به میوه دونی چی کار داره؟ وقتی من تاکه بشوندم کجا بوده؟ وقتی درخت شوندم کجا بوده؟ چرا میوه دونی نه یه او میده سو میکنه حق میگه چوار میکنه یه حقی هسته. حال حق هسته تو من دستراف میکنه وقت فایصله میکنه جمع میکنه هیچی به من نگاه نمیداره. خب کاکا جو پس هیچی هم نامدیم به میمیندی که چیز میزی بیاریم یا بخریم؟ نه شما از اینا مستفیدتریم. 100% زمان طفلیت به زین جیبی آمدیم. به یاد شما هسته که این مندی چند سال تاریخ داره؟ ما والا تاریخ ادیل نمیفهمم که چند سال تاریخ چند ساله بودین که به زین می آمدیم میفهمیدین که من خود پیار خو میایم به منجگاه چیزی میاریم یا چیزی میخریم؟ 5 ساله بودم پیار من می آورد به مندی وقت قرانه. وقت همین روپیه بود. همین وقت روپیه. همین وقت زایر بود، وقت داود بود. همین وقت زایر من بدم به عسکری رفتم خونه چه قیصرها اسمار کجای سرخط پاکستان 2 سال عسکری کردم بیامدم. خلاص دیگه همین مینده که من دیدم همین کردم. راست میگی. بسیار تشکر کاکا جا شما لطف کنید. چی میتونی از من بپرس سوال کن. راست میگی. یک چهاربیتی هم بخونیم. چهاربیتی. یک چاکی بخونیم. حلای و سقی در کسان و نامل ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها و بوی ناپی کاخر سوازان طور بخشاید ز تابی جود مشکی نشت خون افتاد در دل ها.
بسیار بسیار تشکر لطف کردیم. خیر ببینیم شما به وقت خود بسیار ما گذاشتیم. کاروبار شما خوبه؟ الحمدلله خدا راضیم. این دیکونه شما یا پلو؟ پلو از ما نه. خب بیشتر به دیکون خود چی فروش داریم؟ ما بیشتر به دیکون خود گندم فروش داریم، جواری فروش داریم، جو فروش داریم. از کدو رسولی گندم بیشتر فروش داره؟ اولا همین هولسولی گذاره بیشتر گندم فروش داره. گندم گذاره بیشتره. به چند دست گندم ها؟ گندم رو به 3 روپیه 4 روپیه میخریم، به 95 میدیم. من یکی دو من روپیه 1 روپیه 2 روپیه اینجا بیشتر نیه ها. دیکونه چند کرای نه؟ دیکونا تو 6000 تا 8000 کرایه نه. چند سال داخل میندیم؟ ما 15 سال میشه میندیم. 15 سال. بله 15 پس سال. کاروبار خوبه دیگه. خدا را شکر. رزیم ها رزیم از خدا رزیم. الهی شکر الهی شکر. تشکر از شما. زنده باشیم. تشکر. لطف کردیم. خیر ببینید. بیننده های عزیز 16 نفر جمع شدم نیم من گندم آخر خریدم اینجا بیشتر گندم نیم مونده نباشیم دوستا برادرها مونده نباشیم خوبه کاکا مونده نباشیم لالا مونده نباشیم مونده نباشیم خیریم شما مونده نباشیم اینا چی بود برای تخم شفتاله تخم سبز که برای تخم سبز خب اینا رو بخریدیم یا ما این بفروشیم بله بس اینا میفروشیم نه برای ما میفروشیم خب چند من مایا 125 150 منه 150 من عمل مایا بله خب جور نامادیم یا نه جور آمادیم بدادیم خب من چند دینا دادیم اینا رو من 625 620 اینا که از همه چیز گرونتره چری نمیفهمم علف چری یک گرون باشه تخمی ها اینا از زحمت داره البته گندم خود اینا میتعلقی چیز میکنه نه گندم فرق میکنه تو تخم سبز اوکی که علف و که گندم بازم گرون از این کمچینه کمچینه به می خاطره خب ملک چیزی هم شما دارین بله بله با کجا ما با ولسوالی زنده جان قریه شاده خب با منطقه شما هم خوب برفتیم بله. چند روز بیشتر انجیرم میاریم بزی برادرها گاهی وقته انجیر بله هم میاره اینا فروشی میارم بله فروشی به شهر میارم اینا خود شما نه نه کسی نه آقا شما باشه که ما با باغ از اینا برفتیم یک حالی هم اینجا با بریم دیگه شاید چند کیلو شما ببخشیم جلو دوربین اگر گلویم ببخشیم این بر شما بیاین برفتیم بجاد اینا نه هیچی هیچ از کجا هستیم گذره خب اکدو قلعه قره یوسف خان یوسف خان خب کدو بر باشه قبله باشه یا طرف قبله سر خب بسیار اینجا دیکون داره بله ها بیشتر به دیکونا خود چی فروش دارین شما ما کارم گندم دیگه تنها گندم تنها گندم جو خب چند سال میشه اینجا دیکون داری داری 7 سال میشه 7 سال 7 سال خوب کاروبار شکر تیاره الهی شکر رضی هستیم اکا آه شکر آره کاکا چلی تا به فکرم چرت میزنم البته یک مسلمان کلا رفته به سر از اینا مچون با خود اینا باید سوال کنه دیگه کاکا جو جان مونده نباشی جان شما اول شما خوبه خب تیاره چرت میزنیم برای یک ساعت میمونجا نگاه میکنم شما ما که شورت چی داریم بیامدیم مال همین جنس که آوردیم اگه بفروختیم چیزی پولا شما نمیدن که ما مال به زور از اینا بستونم نه پولا ها را میدم میدیم پولا اینا حتما یک وقت آواز شما باشه پولا گلابیل به اینا ندیم با مال بگیر که ندم با خود ما خب چی داشتیم فروختیم ما قشنیز قش نیست بله خب من چند فروختیم 215 215 بله. از زمینا خو آوردیم بله از کدوم مسیر شهر از این پل رواشون قلی سید من بفهمیدم پر رواشون خب فکر کنم که بغیر از این میندی که به دروازه خنداره دیگه میندی گندم نیه هسته با کجایه بینادی هم هست دروازه خوش اسپین دیو کو میندی اردایه نه این فرایان خاص بفهمیدم خب کاکا جو هست دارد چند ساله این 50 بله سفید نشده مثل که دل شما کمی بالایه خواهده که دل آدم بالای حتما بالای بله خب اگه چاشت خودمون نمیرین خوشحال میشین خدا یار شما خیر ببینید سلامت باشین خیر تشکر شما
سلام علیکم مانده نباشیم کاکا خوبیم اول شما خوبه برارم سعدمند هستیم شکر باشید. الحمدلله. اینا بیفیره و دگه میشیم چیه اینا خمیر بیفیره ولی اینا شرکت ها صنعتی میه خمیر ها اینا اینا رو برای چی ماییم برای گو میدن خب اینا رو برای برای گو میدیم شیر زیاد میکنه خب بیفیره می خمیر از اینا که هست شیر زیاد میکنه برای گو دریا بدیم کاکا بیا حالا بگیم چرا برفتم اینا خجالت نکشه این دکنه اگه شما نه ولی ها دو در بند دکنه چند کرام میدیم از خود مانه دکنه الهی شکر اشتا خود شما نه تازه خریدیم یا از زمانی که می میندی بوده نه دیگه تقریبا 18 سال میشه که اینا بخیر خب اینا چنده این دکنه قیمت داره دکنو 12 لک 11 لک 12 لک خب بی غیر از این دو دکون دگم دکون دارین نه داخل نه میندی این دو تا خب از کجا هستین از گذره از کدو قله غری تنقاچون خب وطن بچون بسیار خوب اینجا کاروبار بیتره یا با باغا و زمینا دیگه کاری هست ما از اون خورتگی به تعمیر کسب افتادیم کار کسب ما می‌کنیم اونا رو بس بردیم به برادرها به اولادا بله خب او بوجی ها چی داره اونم هم میباره فقط کسب شما خرج حیوانات دیگه چی نداره هیچ چی نداریم فقط کسب ما کسب حساب گودری های گودریا خوب فروش خوب شکر حال کو به چانس شما نام خدا بم هر قدمی که میریم میبینیم گودریه بله ها نام خدا درسته میتونه بله گودری زیاد با گوسپند چیزم خوبه میبرم چرا به گوسفند میبرم خب من چند اینا ما میدیم منه به 60 روپیه 60 روپیه اگه علاف هم حساب سعی کنیم میتونه بازم فرق نمیکنه درسته نه بسیار خوبه جبران خوشحال شدیم دیدن شما خیلی گلاسه چای به شما بیارم بیاریم بشینید شما کمو بیاریم بیاریم میگم بشینید خیلی بینید شکر لطف کردید بیننده‌های عزیز خدا کنه که از برنامه امروز ما تا به این لحظه از این مکان لذت برده باشیم شما دوستایی که سفارش دادین که خیلی مدت میشه که ما مندی سیدعظیم آغار یا مندی گندمار ندیدیم به کشورهای خارجی 100% من میفهم که شما به این مکان به این مسیر دکون داشتیم حالا میگیم باشه جوانا و مستفیدا و طفلا رو ببینین که یک خاطره تازه کنیم در کنار سه برادریم که اینا خود معرفی میکنم سعی کنین که دکونه از اینا اشتنه کاروبار اشتنه چند سال میشه سابقه کار مندیر دارم اجبرار مونده نباشیم دوباره باشیم بخیریم سلامت هستیم بخیریم شکر دنده باشیم سلامت باشیم یک معرفی هم داشته باشیم من نامم گل آقای ولد مرحوم حاجی سید احمد از دکاندارای مندی سیدعظیم آقا خدا بیامرزه پدرک شما رفیق ما بودن خدا بیامرزه خب چند سال میشه داخل مندی دکاندار و داخل همین مندی اجبرار تقریبا 27 سال 28 سال میشه ما همینجا دکانداره از هم چیزی کم سند خود خوب خیلی هم سند خود که حساب میکنم 27 28 سال همینجا خب دکون خود شما نه خیر کرا میده بله از امروز اول که بیامن همین دکونه یا ای بری بر بده همینجا هم هست به زو سرم بود اما لکن هست یک باراندازی هم داریم خب برادرها چه کارا شما نه برادر با ما تخم شفتل آوردن چند بوجی هم جو آوردم اینا هم ارجمندی هم نام خدا چند پسر داریم مال خدا 7 خدا ببخشونه به دیگه جام وظیفه دارم یا همینجا خود شما مصرفه نه دیگه پیش ما همین که همینجا اینا مکتب هم کجا رسید مکتب هم بخوندم بله خب به فکر چک از اینام بشدی انشالله رحمان خواست الله باشه ها چره به شعله میگم مریض می سکنین لالا اشته چرا درد خنده کردین لالا گپا جالب زدیم نگاه وقتی میگه پوه خب گوش کشیم خب شما گوش کشیم نه حقیقت رستی بگیم خب یک قدم پیش بیاییم شما پیش یعنی که وقت خوبیه از این فرصت استفاده کنید لالا همه جمله چک کردن مبیری شد که به جای آقا شما بگفتم
خوبه امیر که ما بگفتم چند به تا دل خمر دعا کردیم نیه دعا نکردم. خوشحال نشدین نه گردن شما با خوشحال نشدین نه جای نه که نفری هم میکردم ولی وقت زن کردن موله ای دل شما به من نمیسوزه و که دل شما به من نمیسیزه ما جوینی خورم حالی بزنه خراب کنه حالی وقت زن کردنه. یعنی هر کس که به می جوانی بره زن کنه آینده خود خراب میکنه اشته نمیکنه کوکو هر مالی از زندگی خواه کاروبار خود پره بودی و مزن کن. یعنی حقیقت مسلمانی حالا برو آقا خود چی نمیگم با مادر خواهمی چی نگفتیم نه پیشنهاد البته برادرها البته دل جمعی که برادر کلانتر داریم شاید به 5 سال دیگه به شما نوبت نرسه چیزی نه بازار تیزی میکنه داله چیزی نه بسر چندم شما ای کوکو معامله حقیقت پیش شد حقیقت یک چیز سختی آدم مگر راست خور بکنه نگفتم خصیه ما هم خوشحال میشیم شما مزایم پدر خونه شیم هر دم نگین که مر زنده چون بعد یک سرمایه هم گفته برای شما مصرف کنم پس میت ازم شونگه خود پیدا کنیم خوشک تا به دل خود زن بگیرین درسته منظور من این بود کوکو صحیحه بله یا منظور من همینه من میفهم مگه در تو بگو دیوال میشنم خب مکتب کجا رسیدین تا صنف چند مکتب تا صنف 9 بخوندم کوکو خب چرا میرفتین مکتب درس میخوندین به چی خاطره دیگه معصر بوده جی آقا اینا ما نه معصر خود دیگه چیزیه چرا برفتیم به مکتب برای که گفتم یک وقت میشه با درد ما بخوره سلام که خوب چیزیه دقیقا اگر مکتب ادامه میدادیم بعد از صنف 12 چی رشته انتخاب میکردیم دیگه هر چی که نصیب بود چرا هر گپ شما به طریق آقا خصی میکنه یه خود شما تا صنف چند ما یک زمان خوندیم که به درد ما مکمل نخورد تا صنف 6 این به دوران دکتر نجیب تو وقت بودم چند سال هستیم شما دیگه شاید احتمال داره 45 یا زیر 50 باشه نام خدا منطق بیننده ما میفهمن که شما جوان بماندیم چون پسر شما تقریبا چیرین و کمی پخته درسته لالا اینا به شما نمیخوره چون شما جوان مانده درسته حقیقت ما شما میگه حقیقت بگیم مادر اولادا خوب جمع میکنه ما راست میگی حقیقت یکی هم یا دوتا یک دل شما بالایه انشالله با برکت الله الهی شکر بسیار بسیار تشکر لطف کردیم پیار و بچه خود لالا وقت خود به اختیار ما گذاشتیم زنده باشیم بسیار تشکر الهی چای شما را ما خوردیم دوستای نازنین قربان شما سلامت باشیم بینندای عزیز چای سبز و نقلا خستگی درسته نوش جان شما بله ها قدیما هر چی بودک دشمله همه دشمله های بوده که باور کنیم ایتا بس زیر تبر نمشکست من چمینان به چی غالب ریخته بودم صحیحه بخیر باشیم برار دوستای نازنین همراه ما باشیم برنامه ادامه داره من مگرم پیش همون لالای برم که از اینجا صدای نالکایم بشنیدم با شما برم سعی کنم که مو برادر چی میگن میگم لالا انگور این دروازه قنداره دروازه پربرکته انگور اندونه خربزه اولا رسی همه چیز از خیر بینید تشکر شما لطف کردید خیر بینید دوستای نازنین بازم کنار حجی ماما آمدین که اینا مصروف بوجیار ای میدوزم سعی کنین که چی هست میته زودی دختم خیال میکنم ما از اینا وار میداریم مونده نباشه اول خوبه اینا چی هست کاکا اینا تخم پیاز برو تخم پیاز اینا رو بفروختیم یا بخریم نه بخریدیم برو رقم من چند دستان نه من 505 دیگه 505 روپیه خب پیاز میبرن کاکا میدم من 15 روپیه 20 میفهمم خب یعنی هم یک من پیاز مگذار میشه که با مثال میگم یک من تخم پیاز کمی پول خرج و مصارف خوربیری کنه یک من تخم پیاز یک جریب زمین رو کشت میکنه خب بمی 5 مگر دونه دونه پیازار که سوز میکنه اونا رو بکنم باز دوباره پس به زمین دونه دونه باشونن کو به سال آینده باز پس تخم شه
خب دیگه چی داریم کاکا به دیگه؟ دیگه همین تا چیزا یک ارجالیه دیگه. خب کاکا خلاص شو سربوجی. بله. خب انا بیایم استاستی بلکه کم شمالتر هم بشه. اونا رو هم صدا میکنیم. خب به مندی سید عظیم آقا بله. یا به مندی گندما بله. چند سال میشه شما دیکن داریم کاکا؟ خوبه؟ تقریبا در حدود 17 سال. سلام 17 سال. بله. خب کاروبار خوبه؟ رزیم اما چاره نداره. به صورتی که کار باشه نیه. راست میگی. به صورتی که کار باشه همون زر بخور و نمیری هست. همین چیزی که به دیکون خود داره مثل گندم و تخم شفتل و سبیست و چی و چی بیشتر به کجا فروش داریم شما؟ بیشتر اگر چیز باشه به پاکستان میره. گندم نه، تخم شفتل و قشنیز و کربیه و به حساب تخم اندونه و این چیزا سپنج اینا به پاکستان میره. از روزی که پاکستان دروازه های بسته شده مردم کلا متضرره. خب ولایت ها بیشتر؟ ولایت ها جلال آباد میره، کابل میره، غزنی میره، البته تخم شفتل میره، همین چیزا و قشنیز میره. دیگه چیزی نه. خب گندم به خود ولایت مصرف میشه، ارزان به خود ولایت مصرف میشه، ارزان به پاکستان میره، گال میره، توگی میره، قشنیز میره، کربیه میره، انواع و اقسام جنس ها همه شمول سیادونه اینا هم پاکستان میره. حال فعلا از روزی که دروازه های بسته شده فعلا جنسی نمیره، مردم کلا متضرره. یک من کربیه تا 2100 افغانی میخریدم، امروز به 450 60 افغانی. خب گندم به چندیه کاکا؟ گندم فعلا به 92 روپیه و 91 روپیه. 91 92. همین چیزی که تجارتیه به شرکت ها ببرن. گندمی که پاکتر باشه، بیترتر باشه، در حدود 2 روپیه یا 3 روپیه تفاوت اینه که به خونه والا بخره. خب چند اورسولی خود هرات کدو اورسولی حرف اول میزنه به گندم؟ همین گذره فعلا حرف اول میزنه. خب گذره هم دو بخشه، قبله یا افته؟ طرف افته قبله هم داره. البته اولسولی پشت زرغون هم میایه، از اولسولی شندن هم میایه، از اولسولی قریون هم میایه، از تقریبا از بادقیس هم میایه که مرکزی و به شرکت پختیه که به نام گندم دایمی اگر بشه. میفهمین که امسال همه زیادتر کشفه خورده. بسیار خوب، خوشحال شدیم اجی کاکا. قربان سر شما. معذرت که وقت کار شما مزاحم شما چای میخوریم ما در خدمت. قربان شما. بسیار تشکر از شما. سلامت باشید. دوستای نازنین در کنار حجی ماما هستیم که اینا از اینکه اینجا دیکون دارم گاهی وقتی هم برای شما هم برای همین جمعیت خدا و سه چهار تا چهار بیتی هم تقدیم میکنم. درسته؟ سلامتی خیرات. اول شما خوبه؟ صحتمند هستین؟ مریض خسته کنیم؟ نه فضل. الهی شکر. الهی شکر. نام شریف خود با ما بگید. قمرالدین. خب از کجا هستی؟ روستای گذره. خب نام خدا ما هر چی که به داخل این ای منطقه هم گذره. پرسان میکنه هم دیوارا. خب از گذره از کدوم محله؟ از کلاگست. کلاگست. خب برفته من اونجا. اصلا پشت خونی به ایراد نمونده که نرم. خب دیکون داریم؟ بله. چند سال میشه داخل میندیم؟ 15 سال میشه. 15 سال. خب این وقتایی شده باشه که یک هفته در دیکون وا کردیم، نه به خریدن نه به فروختن دستلاف نکردیم. یار از مکمدام دام دیکون بسیه، یار به هفته دو هفته اگه من به جای بیام دام دیکون بسیه. کاروبار ما گذاری نداریم اینجا. بار میارم رو میفروشم، با میریم با تو به هفته دیگه. ای بیکاره. من خودم منصور میام اینجا صحبت میکنه قصه میکنه دق نش. خب چاش تا اینجا به خود دیگه بار میکنه؟ نه میرم بعد به خونه بعد دیگه بار میکنم. جو بعد ما خونه نزدیک میرم خونه. خب نمیشه البته بعد از ظهر نیست سودا معامله؟ نه صبح این سودا صبح از صبح که با تیر شده بچه‌ش چی نمردم میره به دیگه خوی بعد کاروبار نه. شما پس می چیزی که اینجا میفروشین فقط با مردم دی میفروشین؟ بله. از شهر چری؟ بله از موضوعی گویه انا برای می گومول بابا دیو میام میبرم انا حوالي دیکون شما تنها همین؟ بله. درسته. بسیار خوب. میشه که حالا ما چون من اشتباه فهمیدم لالا یک سریش چشمک میزنه میگم یک چهار بیتی بخونید.
که چار بیتی میگم نسبی دروغه که دوری دخترا مردم غروغه جان محبوب تماشق میگوه را خوک میره که مرگ پیرزالا یک شک دوغه در بگیر وای وای اگر مردم کفنم خاصه باشه و دستی یاری 14 ساله باشه جان محبوب اگر مردم به من ملکای غریبی به سر 5 وقت نماز استاده باشه در بگیری وای وای تشکر شما کاکا چرا من در بگیرم شما نه دیگه بیننده های عزیز یک چم به شما یاد میدم. خب به این مسیر می 4 بیتی خود تلویزیون خود کانال زنی کمش یک دم مادر بچه ببینم خدای نکرده با مشکل با شما نه مار با جنجال انداختین شما یاد میری جا بدم دیخونه ای میگن تو کاروبار میکنی ماره شوی دو میدم مار حالات انداختین میفهمی چی میگم ما رای که دمره کار غریبی خبر حال اکر میانه شما رانه شو بود کاکا حقیقت چند ساله ای 60 میشون 60 نام خدا تکره هستی شکر به داخل خونه خودی اولادا پسر و دختر فرق نمیکنه همیت خوش اخلاقه همیت خوش اخلاق به عمر چورت دنیا رو هم نمیزنم دیش تو اونه دیش همی رقم بود انا می از های عمالی و 5 محکمه خوشم جو دارم شو کرته بیان مخیل از می از های واتره هم غستانه میگم خلا میرود ندارم چه کار فلانه به ده ملک چیزی کداری؟ نه هیچی ندارم هیچی فقط می خدای بالا سر هست بشد کاکا جو ما دعا میکنیم که خدای پاک شما 100 سال دیگه هم عمر بده یک انسان خوش اخلاق میمون نوازیم امی از هم رقم شما معلومه بسیار بسیار تشکر یار کاکا چیه مادر شما دیگه همونایی که 4 بیتی میخونه با ما معرفی کنه تشکر از شما سلامت باشیم شما هم میخوریم ما در خدمت شما بیننده های عزیز همراه ما باشیم مندی سیدالزی موقع فکر کنم 500 تا دیکونی داره بله 400 500 تا دیکون داره خودشون در میزنین که امروز شما لذت ببریم 100% شما دوستایی که به کشورها خارجیم حاجی مامار خود اینا به مکتب بودیم به مسجد بودیم همسایه کشاورزی بودیم درسته؟ دیدن کنندگار شما اونجگاهیم اینا اونجگاه قرار سمن نون خشکا دارم سیری کم سرمایه کاکا جو مونده نباشیم سلام علیکم اول شما خوبه؟ فضل خدا چه کار میکنی کاکا اینجا شیشته ایم؟ همیگی سیستم به امید خدا بیشک نام خدا خب این دیکونه اگه شما نه کاکا؟ دیکونه جو برادره خب مولا محمد خب شما چی آوردیم اینجا کاکا؟ هیچی به مدام میگی سیستم کاکا جو چند ساله ایم؟ همین 10 شاید باشم 110 سال؟ نام خدا 110 سال ما بچه نادون نمیدونیم چی چیزی بیده باور کنه راست میگیم کاکا چه کاری شما نه؟ این از اون دیوارمون از اون همسایه خب شما کاکا چند ساله ایم؟ من 55 سال 55 تا 110 یعنی 50 میگم دیگه 6 سال 55 دیگه کاکا بله حالا با شما اینجا جنجال کنی که شما از اونا کلانتر یا خودتر کاکا یعنی 55 سال اینا عمر یک آدم اینا شما کلانتر هم بله نام خدا حالا اگر شرعی گپ میزنیم از زمانی که هر وال لبک گفتم من هستم اگر شرعی خدمه گپ میزنیم کاکا جان با وقتی که شما پدر شما نمزاددار کردم به یاد شما نه چند از شما پیشکش گرفتم؟ به یاد منم بله 25 دادم که پول حال چند نمیشه؟ نمیفهمم اینجا دروغ بگم 25 روپیه میشه درست میگیم خب وقتی بود کاکا نبود؟ هیچی نبود وقت نه خب درد و غم و پریشونی و دربدری هم نبود دیگه کاکا هیچ گمرهی هم نبود از 8 متر با بل خوب با چا بالا میکرد
راست میگم 8 متر به زیر زمین. 8 متر زمین بیار بالا بگم. راست میگی. راست میگی. کاکا او وقت که موتر نبوده که گل زنم عروسی شما شطور گل زدم یا اسب؟ نه اسب بوده. اسب گل زدم. بله. چوبیزی هم بکردم به جلو شما. چوبیزی تا رقص کردم که ایرون بمونی. کاکا فکر کنیم یک عروسی از شما خواهش کردن که یک ربعی بگین کو بریم یک ربعی بگین. ربعی یاد ندارم دندون ندارم. ربعی بلد نیم. نه. کاکا جو جان. شعر بگن خب فرق نمیکنه دیگه چی فرقه؟ خب کاکا جان. خوشحال شدیم از دیدن شما. بله بخشش با باشه شما یک شعر تاریخی بگم. بگین. میگه بیا بشنو اگر در محبت شمال نامه و اوصاف حضرت که من تحقیق کردستم مکرر ز استادان کامل این روایت حدیث حضرت پیغمبر هستین. بیا بشنو اگر در محبت شمال نامه به لفظ عرب بود برای اهل فارسی زن ولایت که ویسی فارسی کردست آن را به لطف حق به می شیرین عبارت به اخلاص یقین هر کس که خواند کند آن شاه دین او را شفاعت شود ایمان بزرگ روزی میسر خلاصی از عذاب و رنج و منت ثواب جمله قرآن و کتاب ها بیابد بلکه از اینم زیادت و دان 63 سال عمرش غیر میراج شب میراج 18 سال دیگر دو سیر و یک من خورده به ظاهر اگر صاحب یقینی کن تو باور نبی گفتا که هر کس این شمایل ببیند یا بخواند ای مبصر تو گویی او مرا دید از تحقیق بیاورد و ثواب حج اکبر. یک چک چک بکنید دوستان. کاکا جو بسیار بسیار تشکر از شما. بیننده های عزیز 110 سال سن کاکای شما نگاه کنیم نام خدا ریشی نامان سفید نشده. حال جوانا با 20-25 سالگی مسفید میشن. حال ریشی عزیز سفیده با امید خدا به شاخه نرسیدن. خوشحال شدیم کاکا جان. اگه شب خودمون نمیریم خوشحال میشیم. خدا حافظ پیارم. بسیار بسیار تشکر از شما. مطابق دعا بکنیم که احتیاج به دعاییم. خدا شما 100 سال دیگه خدا گفته که ارحم یرحمکم الله. شما با هم دیگه را خود دعای خیر کنیم با یاری بخوایم از ما. خدای پاک شما رو توفیق بده. جمیع مسلمانان. آمین. بخیر باشیم. لالا مونده نباشید. زنده باشین الله. اول شما خوبه؟ شکر الحمدلله. سلامت باشین. قربانش تنه. شکر الحمدلله. شکر. دیکون خود شما یا کرا میده؟ کرا بدین لالا جان. چنده برا؟ برج 3000. 3000. بله. او مسیر با تا 6000 بود. بله فرق میکنه منطقه. هر چی که دور بزنیم به حساب کرایا فرق میکنه. بله. خب خود مندی چند در بنده کن داره؟ و خدا همیته که ما گزارش داریم همین سرادا مجدام بریم میگه 450 تا دیکنه. 450 تا. بله. خب تاریخ از چند ساله؟ تاریخ از معلومات ندارم لالا. من 2 سال میشه تعظیم مندی اومدم معلومات ندارم. خب ببین 2 سال کار شما نتیجه خوبی بده؟ خوبه شکر الحمدلله. بله. چی فعلا داریم بده کن؟ خب تخم شفتل داریم، گندم داریم، قشنیز داریم، کریبیا داریم، ماش داریم، همین چیزی که علفی اسم نداره امور داریم. خب علفیه چرا مثلا مثل قروت و مثلا کشمیش و دگه و دگه اینا بدیم مندی و بره. کشمیش که نه قروت مربوط به شما میشه نه؟ نمیشه مربوط به ما. مربوط به مندی سرگرده میشه. اونجا قروت و کشمیش هم به اونجا مسئله هست. خود مندی کشمیشا. بله اونجا مسئله. خب بسیار خوب. برار از صبح سویدان بکردیم. شکر. بله. چی فروختی؟ تخم شفتل بفروختیم. خب به شما که معلوم بود که چنده به شما بوم. شکر بوم که بیشی. بله معلومه. گزار زندگی میشه الحمدلله. بله. بعد از خرج مصارف کو پول شاگرد و کرای دکون و پول برق اینا 15000 به شما برج میمونه. بله میمونه. شکر. الهی شکر. به منطقه که هستیم بله ملک چیزی هم داره؟ بله داریم. شکر. ما اصلیت خواهم ملادم فعلا به شهر میشینیم و خوجه کله میشیم. خب بله. باغ هم خوا داشتیم؟ باغ نداریم، زمینداری داریم ملادم. خب خوشحال شدیم برا دیدن شما. زنده باشین لالا. سلامت باشین. تشکر که وقت خود به اختیار قربان لالا تو شما. زنده باشین. سلامت باشین. خلاص لالا چای هم داره در خدمت. قربان شما. بیننده‌های عزیز خدا کنه که
از برنامه امروز ما از این مکان مندی که دو تا اسم داره، درسته؟ بله آقا. هم مندی سید عظیم آقا، هم مندی گندما. لذت برده باشیم. وقت برنامه بم کنار حجی ماما بم داخل میده کنه که یخی که مار گرمی بکشت. همینجی به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. اینا کلالا جایی که میشینم خبر دارم، سراغ دارم که به کدوم مسیری که ما بشینیم شمال وجد کلر هم نداره. درسته؟ مرا میت یک جای شدن که مرا ورق بچرکه. خب تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت بشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. دوستا و هر جایی که شما پیام بدین کامنت بگذاریم که بریم از مردم ما، از منطقه ما، از همین دکونا و مندیا و فلان ایوری بر تصویر برداری کنیم. برای خورد شما و خدمت شما است. مونتا همین پنجگاه خود دستا خود وا کنیم بگذاریم بریم زنگولگاه که به گردن گوسفندا خالی خوشو هم می از اینایه همه هم فشار بدیم. وقت زیبای شما بخیر. خدا نگهدار.